سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. به چینل معلومات های طبی عمومی خوش آمدید. امروز می پردازیم به کلهچرک. کلهچرک یا مننژایت چرکی یک التهاب پرده های مغز و شاخ نخایی است که با وسیله باکتری ها ایجاد می شود. علت اصلی آن عفونت و میکروب های مانند استرپتوکوکس و نیزوریا مننجایتس، هموفیلس انفلوئنزا، نیمونیاسیس است. این بیماری بیشتر در اطفال، نوجوانان و افراد با سیستم ایمنی ضعیف دیده می شود. علائم عمده شامل تب بلند، سردرد شدید، استفراغ، سفتی گردن، حساسیت به نور، گیچی و در مورد شدید تشنج و کوما است. دوره بیماری حاد بوده و در صورت عدم درمان می تواند در ظرف چند روز منجر به مرگ شود. تشخیص با آزمایش مایع نخاع لمبر پنکچر صورت می گیرد. تداوی شامل آنتیبیوتیک های وریدی مانند سفتراکزون و انکومایسین و حمایوی است. وقایع مهم آن عبارت است شیوع‌های اپیدمیک در مکاتب، پوهنتون‌ها یا محلات مزدحم به وجود می آید. اختلالات بعدی می تواند کری دائمی، تشنج مزمن، صدمات مغزی یا مشکلات یادگیری باشد. پیشگیری با واکسن منگوگک و هموفیلوس امکان پذیر است. واکسن هموفیلیس و منگوگک و نیموکوک، شستن منظم دستها و رعایت حفظ الصحه شخصی به خاطر وقایع، جلوگیری از تماس نزدیک با افراد مبتلا، به ویژه در مکاتب و خوابگاه‌ها و کمپ